سلام به همگی دوستان. یادتونه چند وقت پیش مرغک نوک بنفش نظام یعنی شیخ فری صحبت از سبد و تخم مرغ و این حرفا کرد؟ یادتون نیست؟ اینو ببینی یادتون میاد. مذاکرات با 5 به اضافه 1 و در خارج از مذاکرات 5 به اضافه 1، این رو من اینجا بگم، ما همه تخم مرغ هامون در سیاست خارجی و در رونق اقتصادی توی یه سبد نیست. یکی از اون سبدها 5 به اضافه 1. 2-3 تا سبد دیگه داریم، ما اون سبدهای ما پرتر از 5 به اضافه 1 داره پیش میره. اون روز که خیلی ها سوالشون شد که اون 2-3 تا سبد دیگه‌ای که شیخ فری ازش حرف میزنه چیان؟ این حسن فرفره میخواد تخم مرغای نظامو تو کدوم سبد بذاره؟ حالا از این ور و اون ور خبر میرسه که یکی از اون سبدهای پر از تخم مرغ سبد مذاکره 2 جانبه با شیطان بزرگه. همون که تا همینجاش جیغ دلواپسا رو در برده. حذف عملی 5 به علاوه 1 از مذاکرات هسته‌ای. مذاکره غیر منتظره ایران و آمریکا در غیبت اروپا و شرق. این مذاکره غیر منتظره، اونم در غیبت اروپا و شرق، حسابی برق از سپاز ولایت پرونده. حالا چرا؟ چون اینطور که بوش میاد تو این مذاکرات ظریفان نظام قول تخت کندن در پردو رو دادن. از اون طرف قرار شده آب سنگین عراق هم بشه یه چیزی تو مایه های آب هویج. یعنی خلاصه مذاکره 2 جانبه نگو، زهرخوری به شیوه پاتیل پاتیل بگو. مگه نه ولاغچی؟ مذاکرات مفید اما اختلاف‌ها باقی است. معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات ایران و آمریکا گفت مذاکرات خوب و مفید بود اما اختلاف‌ها همچنان باقی است. سید عباس عراقچی افزود مذاکرات دیروز ژنو بر راه‌های کاهش اختلاف‌ها متمرکز بود. تیویریش اصل حرفای اولاغچی رو درس گرفته، اما به جاش برق‌پارهای کوسه صاف رفتن سر اصل مطلب، یعنی همون اتمی. بای بای. در خصوص اختلاف بر سر راکتور آب سنگین عراق، ایران اعتقاد دارد که میتوان ماهیت آب سنگین این راکتور را حفظ و در عین حال تغییراتی را در آن ایجاد کرد که با کمک این تغییرات نگرانی‌ها در این خصوص از میان برود. مذاکره 2 جانبه با شیطان بزرگ که میذاری پردو رو که تخته میکنی، حراج هم که فینیش. از اون طرف شیخ فری هم که ای دنبال تعامل و تکزنگ و این حرفاست. از طرف دیگر ما باید با دنیا تعامل بکنیم. اقتصاد در دنیای امروز بدون تعامل با جهان امکان پذیر نیست. تعامل در صورتی امکان پذیر هست که دولت شرایط این تعامل رو آماده بکنه و دولت جمهوری اسلامی ایران امروز همه تلاش خودش رو به کار خواهد بست که شرایط تعامل اقتصادی با دنیا مهیا بشه. خب واسه همینه که شربت مداری جوش میاره دیگه. برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور توانایی مقاومت در برابر تحریم‌های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب نشینی ایران سخن می‌رانند. در صورت ادامه این روند کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته‌ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی‌های مشروع نظام سلطه را مطرح ساختند. بله درست حد زدید رفقا. زهر 6 جانبه به اضافه زهر 2 جانبه داره اساسی تو اندرونی ولایت شلوغ پلوغ میکنه. پیش لرزه هاش که این باشه خودتون حساب خود لرزه ها و پس لرزه هاشو بکنید. موشکافم اینجاست رصد میکنه، اونم چه رصدی.